رو ادامه میدادیم. در گروه جی قرار گرفتیم. اونجا اردن بر اردن و عربستان سعودی در جایهای یکم و دوم بودند که باز یک مرحله دیگر را گذارد تا اینکه بعداً در سنجشی هم به حساب میرفتند، هرچند برای جایزه هم بریزه میبرد تیم منتخب ما در همان رقابت ها نیست تا جای مهم بودن برای تیم منتخبی ما و در اون بازی منتخبی ما تا یک اندازه برای تاجیکستان و بلاروس و از مرکز میدان رقابت آغاز میگردد. ما با هیئت‌های دسته و اکنون به طور پورا در از کنار به جریمه وارد میشوند. اونها ارسال نوبتی رو میبینیم. ضربه با سر و توپ علیشیر حرکتی با مرکز. ضربه اولین در اجرای علیشیر جلیلوف میشود اکنون نتیجه. هجوم منتخب تاجیکستان را میبینیم. کمالوف نزدیکی او به جریمه و ضربه از زمین موقع جانبی از روی خطیره ها و از روی احساساتی که منتخب به مخلصان خود بخشیده است. هجوم منتخب بلاروس رو میبینیم در پایان نیمه اول. ضربه بسیار هم سخت اما علیک ببینید که با جای علیشیر جلیلوف علیشیر جلیلوف حمله‌گر به بازی میآید و با جای پرویزجان عمرباєв که بازیگر خط حمایه است، همچنین باز هم حمله‌گر به میدان گرفته نشده بود. و این دفعه بیاید ببینیم که چگونه موقع‌ها را آزاد گذاشتن بازیگران. بدیت پاس به خط جریمه امکانیت برای زدن ضربه. نوریدین فرصت را از منتخب بلاروس هم هستند، اونهایی که نمایندگی میکنند کشور بلاروس رو در دوشنبه. شاید اونها تشریف آوردند برای عکس الهجوم بود. در همین وضعیت استانداردی ضربه جانبی در حوزه منتخب تاجیکستان و منتخب تاجیکستان ادامه دارد. امکانیت برای زدن ضربه مسافه دور. بازم فرصت. منوچهر جلیلوف در جریمه و توپ در داخلی در حوزه بلاروس اما افساید. 14ام و این بازی در بلاروس برگزار شده بود. اونجا با حساب 6-1 منتخب بلاروس بر تاجیکستان ظفر یافته بود. دیو و همچنین تیمور شرقی دسته که در جای اول میستد به مرحله فینالی رو خواهد گرفت. دسته های دیگر سه دسته بعدی از ادامه عموما از حق اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا 2027 محروم میشوند. باز یک ضربه دیگر و باز یک گل دیگر، اما در جای او الک باکلوف بود. اگر الک دوشنبه بالا پس نوبتی به داخل جریمه گاه الک باکلوف امروز اصلا برای چی به میدان آورده شده است؟ فوتبال خیر رو از دست داد. هجوم منتخب بلاروس ادامه یافت. پس به مرکز جریمه گاه و در هنانوف در اونجا در این ورزشگاه آخرین ثانیه‌های وقت اساسی وقتی اضافه کرده دوباره حالا جریان داره روس و دوباره این دفعه اجازه نمیدید و صدای شک خود را بلند کرد. دوباره مرکز بازی بین منتخب‌های تاجیکستان و بلاروس بازی دوستان